سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. گفتم شاید براتون جالب باشه هزینه اجاره دوچرخه در فرانسه رو با هزینه اجارهش در ایران مقایسه بکنید. نام شرکت اتوبوسرانی شهر من تویستو هست، همونطور که دارید میبینید، و هزینه هایی که هست اگر بخواید همینجا اجاره کنید باید کارت بانکی داشته باشید. اگر نه که میخواید نقدی پرداخت بکنید میتونید به آژانس مربوطه برید. برای یک روز برای ثبت نامش 1 یورو 50 سانتیم هست و بعد 2 یورو برای هر ساعت اضافه میشه. اگر بخواید برای 1 سال ثبت نام بکنید 24 یورو و هر ساعتش 1 یورو و کلا نیم ساعت هم رایگان هست. دوچرخه ها اینجا پارک هستن. قفل دوچرخه هم داره که کاملا توضیح داده که چطوری میتونیم دوچرخه ها رو قفل بکنیم. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. همونطور که میبینید تویستو نوشته شده، براتون توضیح دادم. نام شرکت اتوبوسرانی شهر من هست. موفق باشید.